سلام علیکم اکای اسکندر. من جایی که زکاز کرده بودیم اومدم. من اینها چیزهایی همشون پیوندی، بعضشون در گرفتگی، بعضشون گرفتگی. ما که البته گرفتگی هاشو میبریم. بله ببینید اینم پیوند، اینم پیوند. بله اونک اسکندر تیار. اینهای من 10 روز اینجا باران شد، میگفت همین روز باران مونده که این ببینید زمین چقدر و زمین لوی ده هولی همه جا لوی. این پوها میبینید بعد 2 روز یا 3 روز این کندم سر میکنه. بعدش میده، بعدش کلام دیگه. اصلا همین میده هاش با نقصتر میگیرد. این میخواد که کوکردگی نقص میفهمه. اصلا این کلامش میده ها خوش رو میگیرد. یعنی میخیلوش همه نقص میشه. من حاضر سوی به همین جلال بایکه از یک صحبت میکنیم. من جلال بای اومد. من صاحب همین من جلال بای شما چی میگید که این سال این پیوند رو به ben Tacakistan'a bu yöki fıstık fidanlarımız, payvantlar çok güzel, çok sağlıklı. İnşallah به همه شما سلام میگید. اهل تاجیکستان میگید که امسال پیوندامون نسبتا خوب هستند، سلامتیشون نقص، گرفتناشون بسیار نقص میگوید، چون که پارسال بینید 30% بود. این سال خیلی خوب. این سال ممکن شاید 60-70% از گرفتگی. Selam aleyküm İskender Bey. İskender Bey, fıstıklarımız bunlar. İnşallah siz gelin 2-3 gün içinde bunların hepsi hazır olacak. Şimdi zemin çok yaş ama 3 gün sonra inşallah hepsi söküm başlayacak, hazır. اکای اسکندر شما دعوت کردید که بیو که شدگی من همش برگشت پختگی که الکای تیار شدگی میگود. گفتم که باران تمام شدگی خدا خواه همین پگ پوشم میاد چقدر لوی. همین تراکتور درامدن نمیتونه. خدا خواهد من چی میکنه میکنیم میگود. بیا همین 2-3 روز کندن سر میکنیم میگود. خوب اکای اسکندر شما به خدا سلامتی بردوام کرد که تیز نقش شده بیایید. یه حالا شما انتظار خداوند کشو اشتیه. Geldik şimdi. Sefer Bey. خیلی دیگر پناهتون به خدا. من همین تا آخرشه نهالای زکات شما اکای اسکندر. خدا خواهد خیلی خوب امسال.